بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، چگونه که برای شما خبردار کردیم برادران و خواهران گرامی، نقطه دومی که ما از این درس امروزه بر سمع شما میرسانیم، این موضوع خیلی مهمی هم هست که روزهای نزدیک این جشنواره ها شروع می شود در تمام کشورها، دنیاها و سرزمین ها. ما باید از این آگاهی پوره داشته باشیم. امروز ان شاء الله کمی صحبت می نماییم. موضوع این درس امروزه ما از این نقطه است که آگاهی اهل توحید از جشنهای عبادت کنندگان صلیب، از یهود و نصارا، که ما باید آگاهی بیابیم که فضل الله است که ما را از اهل توحید و اهل سنت قرار داد. ما از جشنهای اینها باید خبردار بشویم و آگاهی بیابیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. همیشه سخن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماییم، چون کلام الله سبحانه و تعالی با بسم الله شروع شده است و اقتدا و پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم و ائمه دین. سپس الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله. اما بعد، حمد و ثنا پروردگاری را که نه همسر گرفته است و نه فرزنده، لم یلد و لم یولد، نه زاده است نه زاده شده است، و شهادت می‌دهم که معبود بر حق جز الله یکتا و یگانه نیست، او را هیچ شریکی نیست، هیچ شریکی ندارد، و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و فرستنده اوست، و الله سبحانه و تعالی بر او صلی الله علیه و سلم و اهل خانواده و اهل بیت صلوات و درود بفرستد و برکات بفرستد. اما بعد، ای برادر و خواهر گرامی، بزرگترین نعمتی که الله بندگانش را بر آن عطا کرده است که ما در آن قرار داریم، این نعمت اسلام است. الله می‌فرماید: قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو بر آنها اسلامتون را برای من منت نگذارید، بل الله یمن علیکم، برعکس الله بر شما منت میگذارد، ان هداکم للایمان، اینکه شما را به سوی ایمان هدایت کرد. و این چنین میفرماید: فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس هر کی به اسلام گروید همان راه درست را انتخاب کرده است، راه نیکو و راست را انتخاب کرده است که در آن هیچ کجی نیست، در سوره جین. و نیز میفرماید: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، و هر کی جز دین اسلام دینی دیگری را اختیار کند، دینی دیگری را قبول پذیرفته کند، فلن یقبل منه، از او هرگز و هرگز پذیرفته و قبول نمیگردد، و هو فی الاخره من الخاسرین، و او در آخرت از جمله و زمره زیانکاران خواهد بود. سوره آل عمران. پس هر شخصی که مسلمان است البته که کافر است و در آخرت از اهل آتش قرار خواهد گرفت، و از جمله کافران این نصرانیان، مسیحیان هستند که الله سبحانه و تعالی در کتاب خود کفر آنها را بیان کرده می‌فرماید: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، هرآینه کافر شدند کسانی که گفتند عیسی مسیح پسر مریم خداست. و نیز می‌فرماید: لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و همچنین هرآینه کافر شدند کسانی که گفتند الله یکی از این سگانه است، یک از این هاست. و فرموده است در سوره بینه: کافران از اهل کتاب و مشرکان از کفر خود باز نمیگردند، از کفر خود باز نمیگشتند تا آنکه دلیل روشنی برای آنها بیاید. پس در این روزها برادران و خواهران گرامی، در این روزها نصرانی‌ها، مسیحی‌ها جشن‌های شرکی دارند و این جشن شرکی زاد روز مسیح علیه السلام را جشن میگیرند و آنها بر الله سبحانه و تعالی دروغ میبندند، بر الله دروغ میبندند که او عیسی علیه السلام گویا این که پسری الله باشد، العوذ بالله، گویا او سبحانه و تعالی پسری دارد و مسیح را در برابر الله سبحانه و تعالی عبادت میکنند. تعالی الله عما یقولون، پاک و منزه است الله سبحانه و تعالی از آن چیزی که آنها میگویند. الله از هر چیزی گفته های آنها خیلی بالا و پاک و منزه است. پس بدون ای برادر و خواهر گرامی که از جمله عملهای آنها در این جشنها، علاوه بر این در این جشنها آنها صلیب را، همین کریست را نمایان میکنند که برای آنها این مثل بت‌ها است. و ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید که اظهار الصلیب بمنزلت اظهار الاصنام، نمایان کردن این صلیب همین کریست، نمایان کردن صلیب مثل نمایان کردن بت‌ها است. نمایان کردن صلیب مثل نمایان کردن بت‌ها می باشد، زیرا این صلیب برای نصرانیان همچون بت برای بت پرستان است. و از منکرهای بزرگترین این جشنها
همراه شدن بعضی از مسلمانان با آنهاست. یک منکر عظیم است که بعضی از مسلمان‌ها خود را با آنها در این جشنواره‌ها جمع میکنند، همراه میکنند، تبریک میکنند و با آنها میپیوندند. بردار درس گوش بدهید. پس مشکلات بزرگی که در این روزها زیاد شده است، یک از مشکلات و مصیبت‌های عظیم این است که بعضی از مسلمانان در جشن‌های نصرانیان اشتراک می‌کنند یا آنها را با این جشن‌هایشان تبریک و تهنیه می‌گویند. پس بر آنها گفته می‌شود چی طور مسلمانی که الله را یگانه می‌داند، چی طور آن مسلمانی که الله را در عبادت یگانه می‌داند می‌تواند در جشن‌های در جشنواره‌های اشتراک کند که بر اساس شرک قائم و پایبند شده است. الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش می‌فرماید و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. آنها میگویند الله مهربان پسر گرفته است. سخن زشت‌ترین رو میگویند. لقد جئتم شیئا ادا. به درستی که شما در واقع سخن بسیار زشت و بزرگ در میان آورده اید. و در دوام الله میفرماید تکاد السماوات یتفطرن منه. از این گفته ها قریب است که آسمان ها شکسته شوند، آسمان ها بشکنند، شکفته شوند و انشق الارض و زمین پاره پاره بگردد و تخیر الجبال حدا و کوها فرو بریزند. از سخن زشت اینها ان دعوا للرحمن ولدا، به سبب آنکه آنها این مشرکان برای الله مهربان فرزند نسبت میدهند. در سوره مریم پس چگونه آنها را تبریک میگوید، چگونه بر آنها تهنیه میگوید، در حالی که هر روز در نماز از الله سبحانه و تعالی راهنمایی و راه راست و راه درست را میخواهد. مسلمان هر روز در نماز سوره فاتحه را در هر رکعت تلاوت میکند که او را از راه کافران دور نگاه بدارد، او را برای اهل توحید راهنمایی کند و این سوره فاتحه را هر روز میخواند. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار ما را برای راست راهنمایی کن. که تفسیر این را چی زیبا دیروز ما بیان کردیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پروردگار ما را برای راست راهنمایی کن، برای راست هدایت کن، راه آنهایی که برایشان نعمت عطا فرموده ای، راهی که برای آنها نعمت را عطا فرموده ای، نه راه آنهایی که برای آنها خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. پس این غضب شدگان یهود و نصارا هستند که جشنواره‌های آنها نزدیک شده است. پس حکم شرکت نمودن در این جشنواره‌های نصرانیان، حکم اشتراک در این جشنواره‌های این نصرانی ها. پس اشتراک کردن ای برادر و خواهر گرامی در این جشن‌های نصرانیان یا تبریک کردن آنها قطعا ناجایز و ناممکن و حرام است. ابن قیم رحمت الله علیه می‌فرماید که در کتابش احکام اهل ذمه تبریک گفتن با جشن‌های نصرانیان حرام است و فرمودند که این کار مثل آن است که شخص با آنها برای سجده کردن به صلیب تبریک گفته است. ابن قیم رحمت الله علیه در جشن‌های آنها اشتراک کردن و تبریک کردن قطعا منع می‌کند. تبریک کردن جشن‌های دینی و شرکی آنها را بیان کرده بر ما آگاهی می‌کند، آنها را عملی حرام و نامشروع می‌شمارد. و شیخ الاسلام نیز درباره جشن‌های کافران گفته است که اشتراک در جشن‌های آنها به معنای اشتراک در کفر است. در کتاب اقتضاء صراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، مخالفت نمودن از صاحبان جهنم، رحمت الله علیه اساس اشتراک معنی آنها در این جشنواره‌ها و رسم و آیین آنها را که غیر مسلمان ها انجام میدهند فرماید که من است، جایز نیست، به معنای اشتراک کردن با آنها در کفر قرار میگیرد. و امام نووی فرمودند که در روضة الطالبین برای مسلمان جایز نیست که در جشن‌های اهل کفر اشتراک کند یا آنها را تبریک بگوید، زیرا این عمل اشتراک او و تبریک و تهنیه او بر این کفار در این جشنواره‌هایشان نشانه ریضا و کفر و اشاره بر هم فکر و هم اندیشه بودن با آنها را می‌نماید. و لجنه دائمی، کمیته لجنه دائمی می‌فرماید که هر کی اشتراک در جشن‌های کافران یا تبریک کردن آنها را باید حرام بشمارد و اشتراک کردن در جشنواره‌های آنها دلالت بر رضا و احترام شریعت باطل آنها می‌کند، در حالی که مسلمان وظیفه‌دار است که تنها به دین حق، به اسلام تابع باشد. شیخ علامه محمد صالح العثیمین رحمت الله علیه می‌فرماید که برای مسلمان جایز نیست که نصارا را با جشن‌های دینی آنها تبریک بگوید، زیرا این دلالت بر رضا با کفر و شرک میکند
و می‌فرماید که اگر مسلمان واقعا محبت به دین خود را دارد هیچگاه چنین کار انجام نمی‌دهد. و شیخ ابن باز رحمت الله علیه گفتند که مسلمان باید از اشتراک در جشن‌های کافران چقدر که خرد هم باشد خودداری کند و این چنین نباید آنها را در این جشنواره‌ها تبریک و تهنیت بگوید، زیرا این نشانه رضا با کفر و شرک قرار می‌گیرد. و فقیهان مذهبی ابو حنیفه و مالکی و شافعی می‌فرمایند که مسلمانان نباید در جشن‌های اهل کفر اشتراک کنند. مسلمانان نباید در جشن‌های اهل کفر اشتراک کنند، زیرا که این عمل اشاره به قبول دین و شریعت آنها می‌گردد و این با اسلام تماماً مخالف است و مقابل است. پس برادران و خواهران گرامی، عالمان اسلام درباره حرام بودن اشتراک در جشن‌های کافران و تبریک گفتن آنها و هر گونه همکاری با این گونه جشن‌های اتفاقی نظر دارند، یعنی منعی هر گونه همکاری را در این جشنواره‌ها اتفاق نظر دارند. پس هر مسلمانی که به توحید و دین اسلام پایبند است باید خود را از چنین جشنواره‌ها و از چنین عمل‌ها دور بسازد و دور نگاه بدارد. پس برادر و خواهر گرامی، از این رو بر هر مسلمان واجب است که خود را از چنین جشن‌ها و از همه گونه شکل‌های گوناگون شرک دور نگاه بدارد. پس مسلمانان باید بدانند که جشن‌های سالانه آنها از جشن‌های مسلمانان یعنی دو تایند، عید فطر است و عید قربان است و رسول الله فرمودند که هر امت عید خود را دارد و این دو عید برای ما هستند، روایت ابی داود و احمد. پس برادر و خواهر گرامی، بدانید که برای هر مسلمان موحد پایبند کتاب الله و سنت پیامبر حرام است که در جشن‌های نصرانیان اشتراک نماید، آنها را تبریک کند، هدیه تقدیم کند. نباید با آنها در این جشنواره‌ها و در این عنعنه‌ها با آنها خود را شباهت کنی، مانند کنی، چون رسول الله فرمودند که من تشبه بقوم فهو منهم، هر کی با قوم خود را مانند کند پس از جمله و زمره آنها قرار میگیرد. پروردگار ما را به راه راست هدایت کن و از هر گونه گناه و فتنه و از هر گونه لغزش‌ها دور نگاه دار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه. بارك الله فيكم.